هر شکوفه قبل از اینکه بمیرد اول میرقصد بعد در خاک میافتد. اردیبهشت به من گفت تنها کسانی به بهشت میروند که آفریدن بهشت را در دنیا تمرین کنند، وگرنه با پیراهنی از آتش و غضب هرگز نمیتوان به ملاقات فرشتگان رفت. با دامنی از هیزم خشم و خشونت هرگز کسی را به بهشت راه نخواهند داد. پس من به قدر عمر شکوفه‌ای شادمانم و به اندازه توان شکوفه‌ای در آفریدن بهشت میکوشم. اردیبهشت ماه من است. زاد روزم مبارک.